است. ساعت 21:54 شب گذشته اتوبوس حامل 51 مسافر پاکستانی که برای از مکه در حمل معلق به سمت زنگان منزل جزایر خوزستان در حرکت در مسیر شهرستان تفت از این متاسفانه 28 فوتی و 23 مصدوم داشت، جمع 51 نفر. اتوبوس های زائران حربین حسینی از مبدأ پاکستان به طرف کشور عراق بود که در منطقه دهشیر شهرستان تفت استان یزد متاسفانه به علت عدم کنترل راننده، عدم آشنایی با جاده، سرعت زیاد و نقص فنی منحرف شده به این حادثه رخ داد. منحرف و بازداشت شد.